قرار هستن که ارتجاعیت یا کشش استیسیفی رو بکنیم بتونیم که ارتجاعیت یا کشش را از سه نظر و سه دیدگاه مورد مطالعه قرار میدیم. یکی از دیدگاه عامیانه هستن که به معنای شدت تغییرات و حساسیت هستن و از دیدگاه علمی اگر در نظر بگیریم فیصدی تغییرات متغیر مستقل و چی میزانی یا به چی فیصدی متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار میده یا تغییرات ایجاد بشه در صورتی هست که دیدگاه علمی هست. و از دیدگاه ریاضی اگر بخوایم قیمت را درک کنیم اگر بگیم که y مساوی در fx یا تابع باشن y مساوی در fx یا تابع باشن اگر x یک واحد یا یک فیصد تغییر میکنه و چی میزانی یا به چه اندازه و چه فیصدی y تغییر میکنه این حالت را می‌دونیم از دیدگاه ریاضی در ارتجاعیت داشته باشیم. ارتجاعیت میتونیم بنویسیم که فیصدی تغییرات مقدار تقاضا و کالا و خدمات تقسیم فیصدی تغییرات ماشه امروز کالا و خدمات. خب فیصدی را برنامه فیصد نشان میدیم، تغییرات قیمت در تا نشان میدیم، سیاست در تغییر تقسیم در تا بی. خب و همینطور میتونیم که این فرمول هم در منظره ارتجاعیت داشته باشیم. Q2 منفی Q1 Q2 جمع Q1 زد برید P2 جمع P1 P2 منفی P1 اینی علامه منفی به خاطر ازی هستن که اینی نسبت معمولا اینی تفاوت یا اینی تغییرات منفی میبراید برای اینکه در این منفی ضرب شاید از این نسبت دارد. خب این کمزاری ارتجاعیت رو ضریب ارتجاعیت یعنی مقادیر رو خود میگیریم. اگر در صورتی که ایدی صفر بود این حالت را تحت عنوان کاملا غیر ارتجاعی عنوان میکنند و اگر ایدی بین یک و صفر بود یک عددی برآمد که بین یک و صفر بود در این صورت غیر ارتجاعی هستند و اگر ایدی ضریب ارتجاعیت برابر با یک شد در این صورت چی هستند؟ ارتجاعی واحد هستند یا کششی واحد میگن درش. خب اگر ایدی بزرگتر از یک شدن ارتجاعی هستند و اگر ایدی لای تناهی شدن در صورت کاملا ارتجاعی هست. حالت اول حالت کاملا غیر ارتجاعی نشان میده یعنی تغییرات قیمت که تغییر روی مقدار وجود نداره. سیستم تابع تقاضا و شکل موازی با محور فی هست. و حالت دوم تغییرات قیمت بیشتر از تغییرات تقاضا هست. یعنی شیبی تابع عرض بیشتر هستند و حالت سومیشی تغییرات قیمت و تغییرات مقدار یکسان هستند، مساوی هستند، تغییراتی ندارند، تفاوتی ندارند. این اندازه برابر با این اندازه است. و در حالت چهارمیشی این میزان بزرگتر از این میزان هستند. تغییرات مقدار کالا و خدمات بزرگتر از تغییرات قیمت است. و در حالت پنجمی تابع دی یعنی تابع تقاضا شکلی موازی با محور ژ را دارند. هر چقدری که مقدار تغییر میکنن من ثابت هستند. من در صورت تغییری نمیده. این حالت چی هستن؟ حالت کاملا ارتجاعی. خب مثال اگر در نظر بگیریم فرض بگیرید که پی و شد همین چهار سه دو و در مقابلش مقدارش باشد 100 150 100 و 250. خب اگر بخواید ایدی را حساب بکنید در اون صورت 150 منفی 100 150 جمع 100 ضرب دارید 4 قیمت هستم ضرب دارید از 5 از 4 منفی 5 تفاوت از دو تا رو بگیر میشن 50 این دو تا رو جمع کنید میشن 250 و این دو تا رو جمع کنید میشن 9 و این تفاوت از دو تا رو بگیر میشن منفی 1 خب بیرون حساب کنید که انجام بدید تقسیم کنید و 5 میشه که شده 8. خب یک 88 بزرگتر از یک هستند این حالت هستند یعنی ارتجاعی هست. در این حالتش عمل میرد نمیاره که دوم چی؟ و این عددی که تغییر به نظر بگیریم. خب 200 منفی 150 این مقدار میزان خب 200 جمع 150 3 جمع 4 یعنی مقدار جمع از این مقدار خب 3 منفی 4 تفاوت از دو تا رو گرفته شده 50 این دو تا رو جمع گرفته شده 350 خب 50 را تقسیم 350 که میشه هفته هفت و خلاص میشن درد میشه هیچی هستن تشکیشی واقعی دارن یا ارتجاعی دوگه این یک در صورت حالت سه و بیشتر نظر بگیریم بیشتر 250 منفی 200 250 جمع 200 خب و همینطوری دو جمع 3 یعنی پی 2 و این هم پی 1 تقسیم 2 جمع
دو منفی صفر. پس تفاوت از این میشن 50 و یک تا جمع که میشن 450 و یک تا جمع که میشن 5 تقسیم منفی 1. منفی دیگه اینجا هم داره. منفی تقسیم از منفی میشه میشه. خب این رو اگر تقسیم کنیم صفر با یک صفر خلاص میشه، یک پای 5 و 45 میشن. از چیزی که میمونه روی بر 5 بر 9 هست که تقسیم اگر کنیم میشه تقریبا 0.5 بر متوالی و می‌نویسیم 0.6. خب این در کاتگوری غیرکشایی قرار میگیرن. یک قسمت بین 0 و 1 هستن که مقدار که مشخص شده 0.5 تا 0.6 هست. مثلا اون قانون غیرکشایی دیگه مثلا باید با 0 باشه